دل کاشانه اوست، نفس گرد متاع خانه اوست. به نام خداوند نهایت بخشنده، نهایت مهربان. به نام خداوندی که نهایت دلسوز است و گرامی نگه دارنده هر فرد خدا دوست است. برنامه پرنده های مهاجر است. همه آنهایی که با انتظاری دوامدار ما را انتظار بودند، یعنی که برنامه ما را چشمدار بودند، خوش آمدن میگویم. نوری دیده. اینک باز هم نوبت پرنده های مهاجر رسید، نوبت روزی سه‌شنبه، به نام آن که حمدش کی توانم ادا کردن که بس عاجز بیانم، به نام آن که رحمان و رحیم است، نهان سرش الف با لام و میم است. یک بار دیگر سلام گرم و صمیمانه ما را پذیرا باشد. شنوندگان چشمدار و انتظار و پنهان آشکار، مخلص ارزنده گذشته و امروز و آینده، مخلصانی که میخواهیم شاد بمانند، دائما پیروز بمانند، پاینده. اینک فرصت فرا رسید که در برنامه پرنده های مهاجر باز موضوعی را بررسی کرده همراه شما صحبت کنیم. در اولین برنامه ها پیوسته از ما میپرسیدند که مقصد همین برنامه چیست که روی شبکه یوتیوبی میبراید و حرف میزنید. این لحظه ها کم شده برنامه این گونه پرسش ها شاید همگان فهمیدن، اما آنهایی که تا هنوزم نفهمیدن یا بار اول در آمدن، میخوام مقصد و مرام برنامه مذکور را برایتان گویم. مقصد چیست؟ مقصد این است که برای همه گونه قشرهای جامعه برنامه ها هستند. در شبکه های تلویزیونی وطنی هم بسیار هستند که همواره در توصیف پیشبرد کار رهبران و کارخانه ها و دیگر جاده ها میگویند. در شبکه های یوتیوبی بیرون از وطنی هم از جانب مخالفین هم موافقین هم خیلی برنامه ها هستند که بحث و جدال ها میشوند، اینا موضوع بررسی میشوند. اما محض برای مهاجران یگان برنامه که تنها به خاطر آنها تأسیس داده شده باشد فقط همین است، پرنده های مهاجر. اینجا دامان موضوع های ما خیلی گسترده است، خیلی وسیع است و هر گونه موضوع های ادبی و فرهنگی و اقتصادی اجتماعی و همه گونه موضوع ها را فرا میگیرد همین برنامه. اینجا می شود در موضوع بیداری مردم از تاثیر فیلم، از تاثیر ادبیات، از تاثیر نظم و نثر و شعر و دیگر یا خود درباره کل جاده های ادبیات و فرهنگ می شود که اینجا صحبت کنیم. اینک باز هم در این برنامه که آخرین برنامه زمستان سال 2022 است، برنامه من بعد روز 1 بهار واقعا روی افیر می آید. این آخرین برنامه زمستان سال 2022 گفتیم و موضوع برنامه امروزه را وطن تنها ماند گفتیم. وقتی بر تاجیکستان زنگ میزنه میپرسه که ها فلانی همسایه بود که از کودکی هم راهش بازی میکردیم، اهل و عیال و فرزندانش پدر مادرش خوب هستند، میگویند کدام؟ ها وای روسیه رفت که بخبر بودی. باز کسی دیگر را میپرسی یا ها فلان خیش تبا را میپرسی، میگویند روسیه رفت که مگر بخبر بودی. همین گونه رفتند از روسیه کوچه بستند و امروز وطن تنها مانده ایستاده است. آدمان از تاجیکستان کوچ میبندند، خانه کوچ میبندند، با بهانه بی بهانه کوچ میبندند. بعد هر دروازه قفل است، بعد هر یک در زنجیر بند است. میروند از کشور خود هر کجا آموزگاران فوج، دختران و مردکاران فوج، موج میروند. مانده در صندوق ها دیپلمشان را. دانش آموزان به غربت میروند، دانش اندوزان به غربت میروند. های مردم یک کمی ایستید، تأخیر. ما کف خاک نیا را بر کی میمانیم؟ تاجیکستان را چونین جنت سرا را بر کی میمانیم؟ میروند
انا همین خیلی رفته ایستادند، وطن بیچاره تنها مانده ایستاده است. همان آخرین آبادکارانه که فرستاده فرزندان را جمع کرده پای آبادی کوی و در خانه، پای آبادی راه و دیگر سمت های جامعه صرف میکردند. آنها هم کوچ بسته همراه فرزندان، نبیره ها، کیرین ها برآمده رفته ایستادند بر روسیه. درست است، مهاجرت بود، هست، میماند. در همه کشورهای آسیایی هم، افریقایی هم، دیگر و دیگر کشورها از یک کشوری کم بضاعت‌تر بر دیگر کشور داراتر سفر میبندند تا زحمت کشند. اما مهاجرت کاری است که میروند و میآیند، کار کرده میآیند. آنه که کوچ میبندند خانه، کوچ میبندند کوچه گذر خالی میشود. این الکی مهاجرت کاری نه، این کوچ بسته رفتن است، این خانه و در را گذاشته رفتن است. و خیلی هایی که میدانم من کوچیده رفتن در روسیه پشیمان میشوند که چرا بر وقتتر نآمدند اینجا که زندگی خوب آسوده بوده است. خیلی ها برگشتن نمیخواهند، اگر خواهند هم در خیالند که میرویم و بعد آنجا چی کار میکنیم. انا همین خیل. خب در رسم و ادوم تاجیکی یک عادت خیلی خوب هست. خانه دختردار خواستگاری میروند. اصلا باید خانه پسردار هم دختردار پیشنهاد کرده باشد، این یگان عیب ندارد، اما در ما عادت شده که تنها خانه دختردار خواستگاری میآیند. و یک واقعه بود که یک خانه دختر قدرس زیبا و با ایمان و دانشدار و همه جهت دختر خوبی داشت و خواستگار بسیاری داشت. یکی از آنها مقبول افتاده بود برایشان، خیلی پسند آمد. زنها با هم گفت و گذار کردند، با یکدیگر پسند آمدند، مصلحت کردند. بعد جانب عروس، یک مامه پیرانسال، یک بیبی یا آچه میگویند در طرف ما، با طرف داماد گفت که اکنون همه گپ را پزاندیم، باید مردها مصلحت کرده روزی توی و سور و وصال را معین کنند. اما طرف داماد خندیدند و گفتند خیر، تا همین حالت ما خودمون مصلحت کردیم، دیگر اون طرفش رو هم پزاندن میگیریم. و مردها چیکار میکنند؟ مردها آمده همین لحظه همان ماما، همان بیبی عروس شونده اندکی آرام گوش کرده ایستاده گفت میبخشید خواهر جان، ما کمتر دیگر فکر کرده میبینیم، با فکرم ما به شما درست نمیگیریم، بهترش یگان جای دیگر را بینید. چرا سبب شد که این مامه پیرانسال در آخرین لحظه که همه جهت با یکدیگر پسند آمدند جواب رد داد؟ چون که در آن خانه که مردش زنده است و قرارش را زن میبرارد، در آن خانه که خیر مردکا چیکار میکنند، خودم کار را میپزانم گفته گپ کلانه میکند، آنجا برکت نمیشود. جای مرد دیگرگون است. وقتی که مرد خانه رفت برکت خانه کمتر شد، اما میفرستاد مبلغ و روز همین زن و فرزندان میگذشت. وقتی که آن مرد دیگر طاقت جدایی و هجران و دیگر تنهایی کشیدن طاقت نداشت و این همه را برد، وطن تنها ماند. امروز وطن در همین حال بی برکتی است، تماما بی برکت می شود. کل جاده های وطن عزیزمان که باعث افسوس، باعث تاسف است. وطن تنها ماند، لاله پشمرد، چمن تنها ماند، دامن دشت و دمن تنها ماند، بلبلان ترک چمنها کردند، باغ با زاغ و زغن تنها ماند. مردها ملک غریبی رفتند، خانه و بچه و زن تنها ماند. هر کجا مرد وطن داره بود از وطن رفت، وطن تنها ماند. بلکه با توده تاراجگر وطن من تن تنها ماند. باز بیچاره وطن تنها ماند. این یک توده تاراجگر ماندن کم ترک. امروز میشنوید دیسرنید یکی را آشکار کرده اثر دزدیده است.
روز دیگر میشنوی فلان عالم رفت و به جایش فلانی دیگر آمد. عالم پیشینه که در صدر راهبریت بود، در کرسی راهبریت بود، اثردوست بود. بعد او رفتن نفر دیگر آمد، او هم اثردوست برآمد. تاراجگر میشنوی راهبر 9 میلیون کک در بانک شویتزاریا پول داشته است، در حالی که در خاندان‌های تاجیک مکتب بچگان تا آمدن خواهر کلانی، خواهر خردی پشت در می ایستد تا بیاید و پای افسالش را کشد، خردیش پوشیده مکتب رود. در حالی که زمستان سرد در مکتب ها سوزشواری نمی رسد، خواننده مکتب سفید و سیاه آراسته پوشیده و در یک خلطه باز چوب و باز تپک برداشته مکتب می رود. یک راهبرش 9 میلیون پول زیادتی دارد که در کدام یک بانک کشور برقدرت و پیشرفته گذاشته است. و این حالا یک نفر راهبر. خیلی که از دیگر دولت های اطرافمون هم یک شنیده ایستادیم. حالا این آغازش، حالا 9 میلیون کش را شنیدیم. بعد از این باز کشاده می شود اسرار راهبرانی که غارت کردند. ملک وطن با یک چند تاراجگر مانده، تنها مانده. وقتی که همین سران کشور، یعنی مردان کشور از وطن کم کم تاراج میکنند، دیگر برکت نمیماند و این مبلغی در وطن بوده که این زحمت مهاجر است، مهنت پرثمر مهاجر است، مهنت شبانه روزی مهاجر است، می رود بر حساب کدام راهبر، صورت حساب کدام راهبر در کدام یک بانک جمع می شود. این علاقه جان هر یک مهاجر درد می خورد. هر یک نفری شنیده ایستاده رنج می برد. یک روزنامه نگار در شبکه فیسبوکی نوشته است که نام یگان راهبر را گوید در تاجیکستان که در حال کنونی راهبر باشد یا بعدی همین استقلالیت به دست آوردن وطنمان راهبری را بر دوشش گرفته و دوست نباشد، همگی یک چند نفر چند نامه که نوشتند و تمام. باقی کسی را پیشنهاد نکرد. اگر گفتند قبل از استقلالیت بود که یک 3-4 نفر را گفتند، اما شرط از دوران استقلال بود. بینید که ما چقدر از مردان در حقیقت راهبر و راهنشانده و مردانی که واقعا کمر همت در خدمت خلق و وطن بستند چقدر قشاق هستیم. آنگاه برکت وطن میماند. تصور کنید همین دولت ما این عائله بزرگ است. وطن یک عائله بزرگ است و عائله هر یکی ما ذره ذره در یک جایگی در همین داخل همین وطن است. وقتی که از یک خانواده پدر یا بابای این خاندان هر روز از رزق خاندان کم کنده میبرد بر خانه دیگر، یا هر روز کلین خانه بسیار نه 2 تا پیاز، 1 تا کارتوشکا گرفته و خانه مادرش داده می آید، امانت خانه شوهرش را برکت میماند مگر پایداری ستون فیض همین خاندان میماند؟ هرگز نه. خب همین برنده برنامه پرنده های مهاجر دم نگرفته گپ میزند. اینقدر گپ در او از کجا پیدا شده باشد گفته انتظار ایستادن. بیایید به یک نفر سخن میدهیم، صحبت میکنیم. بعدا یک درباره چاپلوسان یک چیز آماده کردم که اینجا چی بود، اپراتور ما یعنی کارگردان ما اون را تهیه کردن با رسم ها. بعد از با نفر صحبت کردن اون را میگذاریم. مرحمت. در خط علاقه دانیار بلند. نام عجیب. السلام علیکم دادر جان. دانیار با فکرم دانیال است، همینطور؟ خب گوش میکنم شما را. با نام دانیال بزرگوار بود. هنوز 1,500 سال قبل از دنیا گذشته، 1,5 رسانه 1400 سال قبل از دنیا گذشته یک بزرگوار بود، شهید از دنیا گذشته. برخی از ماخذهای تاریخی میگویند که معجزه های هم داشت که در برابر پیامبری او را گذاشتند. شاید درباره او یگان معلوماتی گرد آورده در برنامه بزرگان رادیوی پیام گذاریم که اگر پیگیری کنید
شنیده هم میتوانید فقط هفته آینده ادامه دهیم روز دوشنبه. خب نباشد آنچه که درباره چاپلوسان یک خردک لوحه آماده کردیم مرحمت گوش کنید. چاپلوسان یعنی خوشامدگویان در همه دور و زمان بودند، هستند، میمانند. چاپلوس را در زبان مردمی با کلمه و عباره های زیاد شرح می دهند. مثلا کاسلیس، پوچاخور، خوشامدگوی، بوز، لگن بردار و غیر کلمه هایی که نه همه باب تلفظند. جای کار چاپلوس در همه کارخانه بوده می تواند، اما همواره کوشش می کند که در نزدیکی های راهبر دنباله کند. از همه عجیبش این که هرچند خصلت چرب زبانی دارد و در نظر اول چنین می نماید که از نهایت دوستداری و احترام راهبر نسبت منصبداران تعریف می زند، اما در اصل دشمن رقم یک راهبران همین هایند. چون که بالای همه گونه اشتباه راهبر را می پوشند و همه کمبودی های اطراف را هم به راهبر خوب نشان می دهند. بالای پرتابگاهی افلاس نزد بینای ولنگار شعار می چسبانند که نوشته شده است: وطن گل گل شکوفان است، آبادی و آزادی. آنها را فکر اطرافیان در نسبتشان تشویش نمی دهد که چه خواهد گفتن گیرد. فقط به دهان راهبر نگاه می کنند. همه حرکات شفشان را از یاد می داند و از یک نگاه می فهمند که شف، باس، خوجهین چی می خواهد. در آیین نامه چاپلوسان راهبرشان هرگز خطا نمی کند تا دمی که در سر منصب است. اما همین که از منصب رفت اول خوجهین دیگر را از یاد می کنند، بعد خوجهین پیشینه‌شان را تنقید. عادی تر کرده گوییم آینه کجنما هستند خوشامدگویان. اکنون سوال به میان می آید که این افراد چرا چنینند؟ جواب: شما تماشابینان برنامه چی کاره اید؟ ساختمانچی، پردازگر، وصلگر، کفشرگر، دوریدگر، سنگچین و خیشچین برای آن کار میکنید که پول یابید، نان یابید، روز گذرانید. دکتری خوب، معلم خوب، استای با تجربه، مردکاری عادی خوب هم که پی ریسکش زحمت میکشد حلال یافته میخورد. خوشامدگوی هم خانه و در، زن و فرزند دارد، دیگ سیاه دارد که باید جوشد. فقط هنری دستش نمیرسد، زبانش را استفاده میبرد. استعداد سخنوری که برخی چاپلوسان دارند واقعا صحنه‌باب است. آنها می توانند دروغترین را راست جلوه دهند. به قول فقط خوشامدگوی می تواند از یک خری لنگ شعر نر سازد. اما لیکن همان مردکار یا عرابکشه که پای افزالش دریده، رنگ شیمش پریده، لباسش از کهنه بازار خریده است، از چاپلوس چرب زبانی درباری دیده با جمعیت بیشتر فایده می رساند. دو سه کلمه را پیوسته درد دلش را هم گفته نمی تواند، رنگ تافته راست و دروغ بافته نمی تواند، لیکن به جامعه ضررش هم نمی رسد. مهم نانش حلال است. واقعا خوشامدگوی ها
مثل قوم بت پرستند. گاه بنده را تا حد خدایی تعریف می کنند که گویا روزی رسانشان هم، غم برارشان هم، نجات بخششان هم راه برشان باشد. آنقدر دروغ را آراسته می کنند که خودشان هم باور کرده می مانند. و مصیبت اینجاست که راهبر هم باور می کند. کمبودی وجود ندارد. آسودگی است. پس چرا کوچه کوچه خانه خانه کوچ میبندند؟ چرا بهشت دنیا را مانده از بهشت برآمده روسیه میروند یا ملک دیگر میروند؟ حتی تاجیکستان با ازبکستان شرطنامه بسته است که من بعد مهاجران کاری تاجیکستان را در ازبکستان با کار تامین میکنند و ازبکستان مرد کاری میروند. خود ازبکستان در دیگر کشورها کار میکنند، در کشورهای پیشرفته تر. تاجیکان به ازبکستان هم رفته مرد کاری میکنند، شرطنامه بستند. ببینید که چقدر گاه نانگوار هم می نماید. بگذار اگر از این کشور هم به این کشور می بود کاری دیگر بود. بیایید شنونده اولین را قبول میکنیم. مرحمت. شهرت کریم، خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام خدا رو به همه تماشابینان میرسونیم. بهترین برنامه بودم. انا در مسئله این روزو برنامه این یک درد است، این یک مصیبت بالای مردم اومده است برای ملت ما که همه کوچ میبندن. یک حافظی سراینده افغانستان یک شعر میخوند: همینجان صبوری خانه خالی کوچه خالی. به خاطر همین برنامه شما دیدم اومد و این برنامه شما راست میاد. کجا چاپلوسایی که بله کجا چاپلوسایی که گپ میزنن در برنامه ما میبرن رنگ شغال گپ میزنن کنیستن که این دو مهاجری که با یک انا پلیس روس و جنجال افتادن دستگیر باشند. کنی سفارت ما نمیبینیم 3 روز است متاسفانه سفارت پشتیبان ندارد. رنگی میشه مرده در پی جیبای خود هستند. کجاست کارکنای دولت؟ با میگن که ما اتفاق ما دولت داریم. خائن خودتون خائن. واقعا بله. در ملت خود دفاع کردن نمیتونه خائن و چاپلوسا. باید مردم متحد باشند. بله باید مردم بهترین راه، یگانه راهی که به هدف میرسیم، مردم باید متحد باشند، به دیگر چیزا نظر نکرده. اولا باید متحدی رو دست گیرن، بعد دیگر کارو میشد مقصد. بله اولا پشتیبان ما خداوند است، بعدا از برای خداوند دستگیر همدیگر باشین. بله باید متحد باشیم. یگان کار به متحدی نمیشد. تمام ساحه. خدا نگهبان باشد. تیم باشید. بله بهترین. و اینجا گفتیم کوچه کوچه خانه خانه کوچ بستن مردم از تاجیکستان و اونجا وطن را تنها ماندنش. سبب این است که یکی از سبب هایش را در لوحه گفته گذاشتم. چاپلوسان آینه کژنما بر این دیگرگون نشان میدهند بر راهبر. سبب دیگر این که همین وطن عزیزمان در دست یک توده تاراجگر مانده. هرچی که بر دستشان آمد پسنداز کرده ایستادند. باز در بانک خودی وطن نگه گردش کنند، در بانک های خارجه تماما خارجه ماندن. خب بسیار تشکر که در برنامه اشتراک کرده. مشتری اولین بودن، مخلص اولین بودن که واردشان کردیم. مرحمت. نفر دیگر دانیال بلند، گوش میکنم شما را. صدا از طرف خود شما خاموش کرده شده است. حرف زدن میشد. همان مردی کاری که گفتیم پای افزالش دریده، رنگ لباسهایش پریده از شسته از پوشیدن، همانه که لباسش را بزور از کهنه بازار خریده است، نان حلال یافته میخورد، عرابه میکشد. از همین چاپلوس هایی که از کیسهشان
پای افزال پاک کنه، مچلکه برآورده پای افزالشون رو پاک کرده، آراسته و پیراسته از قفای راهبر دم لیکانده میگردند و اینجا آباده است، اینجا آسودگی است. میگویند 1000 بار همون مرد کار بهتر است، 1000 بار. چون که یک دشوار یک کسی را مشکل یک کسی را آسان میکند، برای یک کسی خدمت میکند. خیلی میگویند هر شب ز خودت بپرس اگر تو مردی امروز چه خدمتی به مردم کردی. در برنامه‌های قبلی که پیوسته نفرانی برآمدند که مطلقا فند و فریب و دروغ بود در گفتارشان، به همین خاطر امروز لوحه را آماده کردیم. صدای کفکوبه که در مجلسگاه بود و آن را گرفتیم برای لوحه، دیدید گویا اگر نگاه نکنید که کف کوفته ایستادن، گمان میکنید یگان کارخانه استحصالی باشد و همین تک 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 کنند یگان چیز استحصال کرده ایستادن، صدای بلند. اما این در اصل کفکوبه است. برای کی کفکوبه؟ فردا اگر راهبر دیگر شود، اول همین کفکوبه کرده ها اسرار را بیرون میکنند. مردمی عادی کار ندارند، مردمی عادی میشنوند و ها نخود که همین خیل باز کارشون را ادامه میدهند، باز همون کفکوبه کرده ها، باز همون دست پیش برگرفته لبای خوجه این گفته ها اولین شده خیانت میکنند. مدیر معارف را مثلا نفران تعریف و تصنع میکردند، ارزنده و زیبنده میگفتند، دقت شده پیشش دست پیش بر میگرفتند، بعد رفتنش اول همانها گفتند نه این فاجعه نیست، خوب شد که رفت، و دیگر هنوز کارا سر نکرده روز اول بر منصب تعیین شدنش گفته ایستادند که ارزنده است و لایق است و بهترین است و هنوز کیست و چگونه است کسی نمیداند، الکی گویا فال میدیده باشند در وصف او گفته ایستادند. خب بیایید از موضوع برنامه بیرون نمی رویم. موضوع برنامه امروزه ما وطن تنها ماند. ما باید غم وطن را خوریم. آباد کردیم اینقدر وطنی عزیزمان را، برای هر یک نهال را شینانده، مثل فرزند کلان کرده، به ثمر آورده، یک حولی را آباد کرده، از پول یافته فرستاده مهاجر فرزندان، مهاجر پدران خاندان، همه را آباد کرده، یک حولی را راست میکنیم و عروس برآمده می رویم. درها یک پرچه قلف است، در قفل میگویند، اصلا قلف هم میگویند، و کوچه ها واقعا میبینید که یک پای دیگری در قلف دارد، یک پای دیگری. معلوم است که فرزندانشان برای تحصیل رفتند، برای تأمین مبلغ تحصیل پدر مادر به کار رفتند، یا خود در تحصیل بوده ها هم پرتافتند تحصیلشان را، آمدند برآمده رفتند، یا پدر مادر دیپلمدار دیپلم ها را در صندوق انداختند و همراه فرزندان برای روزشان درست‌تر گذشتنش نبیره و بیره ها را هم گرفتند رفتند روسیه. اینقدر پیران سالان هم که رفته ایستادند از وطن، آنها در ملک بیگانه خدا نکند و جان بر حق سپارند چه؟ دیگر وطن را آیا میبینند آیا نه؟ اینقدر چیپته که نرخ گران دارد، مبلغ کار کرده این فرزند و کیلین و یا خودتان هم کار کرده را باز چیپته کنی کرده، برگشتن ها را هم فکر باید کرد. امروز که نو به نو بیماری ها، نو به نو شتم کرونا ویروس یا دیگر ویروس میبراید، ویروس های سیاسی میبرایند نو به نو، که از همین پانیکش علاقه بیمار است آدم. خب بیایید من گپ را بسیار نکنم، مهاجر یک نفر وارد برنامه شدند، گوش میکنیم شما را. مهاجر دادر سلام. السلام علیکم مادر عزیز. و علیکم سلام، خوش آمدید. برنامه ما برنامه خیلی جالب است. وطن ما تنهاست، تنها ماند. این اکن دیکتاتور سیستم همین را میخواهد که باید عقل سالم دارند، باید از تاجیکستان بیرون شوند، یا که خواب کنند یا که ترمه میکنند، گپ زنند. این حقیقت است. باید این نمیخواهد این حکومت حاضر ما، برای که اگر به اینا چی آوازی چی تیاد را باز والد سرشان را میخورند، بسری را میترسند. درست.
برای همه قدر میترسند اینها. برای آدمی گابزن در کنج زندان است یا از تاجیکستان بیرون است. هستند و بسیاری خپند. در تاجیکستان جرأتی گپ زدن نمیکنند، برای که معلوم است اگر گپ زنند یا باید زندان شوند، برای که این حکومت نمیخواهد اینها را. بعد با چوپلوسان اینها به فکر من اینها از پدر این تربیه 30 ساله، مادر عزیز، این تربیه 30 ساله حکومت دیکتاتوری تاجیکستان است. این 30 سال این 3 پکلینه به فکر من 10 سالی این تربیه کرد. 3 پکلینه چوپلوس کرده به فکر من. حاضر 30 سال شدگی است. اگر 30 سال باشد 10 ساله 3 پکلینه این چی کرده؟ چوپلوس کرد این حکومت دیکتاتوری امروزه ما به فکر من. بله بله. قبل از حکومت دیکتاتوری هم بود، چاپلوسان بودن، در زمان شوروی هم بودن که پیوسته لنین برادر راهنما میگفتند، حتی برای دفاع وطن اگر میدویدند روزنو میگفتند و استالین هم میگفتند. پرستش آدم در زمان شوروی هم بود. همون معبود یگانه را که گم کرده بود مردم گم نکرده بود، پرستش را منع کرده بودند، دیگر بر آدم پرستی وادار کرده بودند مردم را. این جهت هم هست. این معقول گپ شما هم. دین روز با برنامه اشروف حسین اشروف یادش برآمد، با چهره میگوید که رحمانوف این پیغمبر است میگه. خیلی خنده‌آور است. اینها تربیه شدگان، این حکومت تربیه کردگان اینها را. به فکر من میبرد امروز که پرزیدنت پیغمبر است، پرزیدنت سایه خدا است. این باور کنید در وقتی سویتسکی سیوز به فکر من خیلی تازه بسیار نبودن، خیلی بودن و چیاتون کمتر بودن. بله، تا به این حد نبود واقعا. ما هم نوار قبل از برنامه تماشا کردیم که یک خواننده مکتب، یک دختره که خوش سخن، یک خوش چهره میگوید بر پرزیدنتشان، بر همین رئیس جمهور مراجعت کرده، میگوید جناب شما برابر خواجه خضر هستید، خضر نبی، خضر پیامبر، برابر یک پیامبر معجزه نشان داده گرفتن. یک نفره که آیا کاملتر از دین خبر دارد یا نه. از مرز و بوم همین چاپلوسی هم گذشته رفتن. شور شد، نمک زیاد شده، شور شد. درست میگوید. به فکر من این تاجیکستان آهسته آهسته اگر این 10 سال دیگه اگر همین خیل دوام تیاد، به فکر من این قوم لوط می شود تاجیکستان، درون تاجیکستان. به فکر من، برای که این باید با اسلام سخت رفته ایستادن، سخت هجوم کرده ایستادن به اسلام. با این دامله های هم میبراین، حالی میگن که این پیغمبر است. به فکر من این دامله ها رو که آزی میبینید میبرای همین سر میکند، همین بسم الله الرحمن الرحیم جاش همین رحمانوف میگد، بعد بسم الله الرحمن الرحیم میگن. برای همین نمیفهمم ما حاضر دامله هایی که هستند در منبری که منبری پیغمبر است، این خیلی لیسکی میکنن دامله ها، این خیلی دامله های چوپلوس. خدای توبه کردم اینها بر وقتتر دفع شوند که 10 سال دیگه این پکلینی این رحمانوف فرزندش شود، 10 سال دیگه پرزیدنت شود، باور کنید قومی لوط می شود، قومی تاجیکستان. به فکر من همین آرام ایستادن جامعه اهل دین، آرام ایستادن سوادناک ها، علمداران، دینداران، خودش علاقه جانبداری است. سکوت علامت رضاست. وقتی که میشنوند که تا به حد پیامبری میبرند. مثلا عطا محمد جان شاعر در همان تالار مجلسگاه گفت که شعر خواند که وقتی که
تو پیام میخونی مثلا سی جین پین بود یا دیگر و دیگر جنابان دیگر پرزیدنت ها تحلیل میکنند، حرف تو را تحقیق میکنند و آفتاب و سیاره ها یک دم آرام میستند. یعنی تمام جرم های آسمانی را هم قربان کرد و گفته بود در یک شعر دیگرش که مادرت مریم نام دارد و تو عیسی مریمی که قبل از روز قیامت آمده یا در آخر دنیا آمده. این گونه حرفا هم بود در تعریف نامه هایش. واقعا اهل دین آرام بودند. همین قبیل وقتی آرامی پیشه میکنند جانبداری میکنند. خب مرحمت واسم سخن در شما. همه خیلی است توغری اگه پیش مویامو وقتی که این حکومت از سری نو قوم جدایی سلفی و حنفی و از همین جدا کرد برای که یک آدم باید یک مشت باشد چی کرده نمیتوند همه را شکسته نمیتونه یک مشت برای که این حکومت قوم همین آبش یک مشت جدا کرد تو سلفی تو حنفی بعد یک تا برده قاپیده شکستن قویتی 10 نفر اومدن یک کسه زدن کشتن زدن این دوخی مردم شکستن این حکومت حاضر اناکنون باید شما برادرای محمد اقبال حسین اشورов اینها با یک مشت کردند که مردم ما را انشاءالله این حکومت حاضر دیکتاتوری تاجیکستان انشاءالله همین به نزدیکی شکست میخورد. با همین حرکت هستیم. با دعا باشین برادرها حرکت کنین خواب نشینین. همین که گفتنی داشتم خواهر عزیز مادر عزیز. بسیار خوب بسیار خوب. تشکر میگویم که در برنامه وارد شدن و ترسانه فکر خود را ابراز کردید. همین علاقه برای شنوندگان ما برای تماشابینان عزیز هم یک برد است که چیز درک میکنند. مشورت ادراک و هوشیاری دهد، عقلها را عقلها یاری دهد. خود همین فکر مردانه این از روی عقلانه است. زن از روی احساس قرار میکند، مرد از روی عقل و عقل همیشه جایگاه خیلی بزرگتر از احساس دارد. احساس فریبا است اما عقل کم فریب میکند انسان را. یا خود چی میگویند؟ به هر حال بیهوده مردها را راهبر در هر یک خاندان نگذاشتند، مردها را راهبر نمیدانند. اینجا گفتنی هستم که دوران شوروی هم وقتی که همگان را منع کرده بودند از اجرایش همان علوم دینیشان و منع کرده بودند آموزش کتاب های دینی را، هرچند میگفتند پرستش سرفراوردن معنی است اما باز هم هیکل میگذاشتند، گلدسته میبردند زیر پای هیکل، یا لینین پرستی میکردند یا دیگر نفر پرستی میکردند، اما بیخبر از آن بودند که این عبادت یک نیاز فطری انسان است. نیاز فطری انسان عبادت است که بعد عبادت کردن انسان آرامش کامل روحی میگیرد و تفکر سالم در او ایجاد میشود، پیدا میشود و هراس های نالازم و بیهوده از سر او دور میشود. همین طور است. انسان تفکر دارد که شعور دارد و شعور دارد که از دیگر عالم حیوان، عالم وحوش و وحشی ها فرق کرده میستد. نفری دیگر را قبول میکنه. مرحمت. استعفا. مرحمت. السلام علیکم. سلام علیکم. افسوس خوبه، سلامتی هستم. خوبم. بسیار تشکر. خدا را شکر که امروز باز هم در برنامه هستیم. مرحمت دادر جان. ما استعفا میگم رحمان افتاد. بعد ما با همین زنای مهاجر میگفتانیم که شما اومدین در همینجا مهاجر شدین، همین اپا برنامه داره. چی بود در برنامه همین اپا نمیبرن که گپ نه سر دلتون غم دلتون با همین اپا زن بازن گپ میزنن. بگین خلقی تاجیکستان بشنون گپ بشنون که همین مهاجرای زنان در اونجا گپ زدن مثال چی کردن. رایکو تونامونن رایکو کمه. من وقت من همه برنامه دارم میبرم که مونم بگن که همین چی شد پیش بروه. بعد همین زنها خویش کشتن که ببروین گپ زنن قطعا همین اپا گپ زنین و گپای شما دیگه مثلا گپ زنن یک چیزتون پیش بروه مثلا بفهمین بسیار زنها بسیار چی با نمیبرن گپ زنن. اگر زن بزرگتر می شود. بله
اشک زن رقت آور است، حرف زن مثلا رحمانگیز است. واقعا برای بانوان یگان برنامه در شبکه یوتیوبی نیست، هست برای پخت و پز هست. نه هست کم ایده ایجا میبرن گامزن کم هم میدونم چون میگرده تا چهره چکار میبرن یا چی یک ببرن گاب زنه چی نکنین هر سند بهتر. 100% درست میگوید. اگر خواهران در همین برنامه متحد باشن یک جمعیت بزرگ بیداردلان میشویم. درست گفتید. من همچنین دونستم. با خود برنامه خوب تشکیل کرده مثل زن میبره مادر میبره گاب میزنه چی بنا میبرن گاب زنه برای اونها مادری که بودن محکمش کردن مادر عبدالرحمن نولنه چنده او را آزاد کنه ببرن گاب زنه نوخی هم میگم مردم چقدر بسیار شدگان در همینجا بسیار زنو ببرن گاب زنه قطعی مادر گاب قطعی زن گاب زنه که زن مادر این هم فکرتونه گاب زنه مثل به چهره برون گاب زنه این توقع دیارز میره این پیغمبر شان تو چیکستان ایشان کرده سن یک بار نمیبره که توبه کنم خودم نگین شما پیغمبر پیش پروردگار چی جواب میتین خدا بالاگذار کردین چی جواب میتین دیگه پیغمبر نیست پیغمبر آخرین زمان محمد صلوات بر محمد دیگه نیست دیگه بعدی تراشیدن در کار نیست مرد توبه کنین نکنین نبرد خرسان میشود اگر پیش پروردگار در جواب میتین این دجاله درست. چکل خود عرب ها میگویند لانبی سلامت باشین. تشکر خوش آمدید. ما در آوان مکتبه یک رباعی اجرا کرده بودیم، دو بیتی بود یا خود در نظم سه تن پیامبرانند هرچند که لانبی بعدی اوصاف و قصیده و غزل را فردوسی و انوری و سعدی. این پیامبران نظم یعنی شاعر داستان نویس گفتند، شاعر قصیده نویس گفتند، همین طور. اما در غزل بهترینش سعدی گفتند، اما در این شعر در یک مصرع البته شاعر گفته است که هرچند که لا نبی بعد پیامبری دیگر نمی آید. بهوده هم پشت این کلمه نگفتند پیامبر آخر زمان. درود بر روانی پاک و بر آل و اصحابشان. درود خداوند نثار بادا. اما مردم آنقدر از مرز و معیار چاپلوسی و خشونت گذشته که واقعا پیامبر گفتنشان الکی بیماری می شود. بیمار هستند، آنقدر سخت به چاپلوسی گرفتار شدند که برابر پیامبر دانستند. رئیس جمهور ترکمنستان قربانگلی بردمحمدوف الکی از استعفا دادنش خبر داده است. گفت که دیگر راهبری نمی کند، جای را بر جوانان می دهد. شاید پسرش می شود، شاید بعد آمدن پسرش یگان دیگرگونی هم می شود، یا نفر دیگر حتی از حزب مخالف ترکمنستان هم نفر خود را نامزد گذاشته است. یک نفری که در محبس بود سالیان زیاد آزاد شده، او هم خود را نامزدی خودش را گذاشته است. آنجا هم با گفتی روزها مخیناسی می شود، قلابی می شود، البته تقلب. به هر حال توانست که من از کرسی راهبری می روم گوید. بعد رفتن او در آسیای میانه پیران سالترین و سر کرسی بسیار نشسته ترین همین رئیس جمهور کشور ما می شود. نفری دیگر رو قبول میکنیم. مرحمت معلم کوثر. گوش میکنم. و علیکم سلام. و همه اهل مردمی تاجیکستان سلام میگویم. دائم شاد و خرم باشند. علیکم شما. چنین مسئله صدایتان به نهایت پست است. حاضر. خب الو. بله گوش میکنیم. اکنون خوب است. به همه شما سلام میگویم. مردمی تاجیکستان با فرارسی ایدی محافظتگران وطن تبریک میکنم. مرد تا زنها را هم به شما رحمت میگویم که شما مسئله های بسیار جالب پیشکش میکنید نزد مردم، به زمانی مطرح میکنید. مردم اگر نظر کنید اگر یک 10-12 سال پیش یگان مسئله های سیاست به همراه نبود، چون که زندگیش خیلی خوب بود. من چی گفتنی هستم؟
حاضر اینا ببینید از روی زندگی بد شده رفته سوده است. همین 10-12 سال پیش کمتون کارگرایی همون تربیه نغز داشتن، سوادی بلند داشتن، مردم با کار میبودن. من خودم در کارهای دولتی کار میکردم. حاضر در فدراسیون روسیه کار میکنم. من قریب 60 سال گذشته است. حاضر در تاجیکستان اکنون کار نداریم، همونجا کار کرده گشتگیم. من در همونجا دیگه بودم که کار بیکاره. من خودم اومدگیم 20 سال شد روسیه. همون وقت دیدم که کار بیکاره شده است. کار پرت افتم اومدم اینجا. با حاضر اگر نگاه کنید دیگر مسئله که شما امروز دیدم میبرید اون چاپلوس میگم میلا گنبردار میگم چی که نگویم این حاضر ساخت جمعیت تاجیکستان از هم خودی همون مکتب هست که مکتبی تا مکتبی از جت که هم خیر رفته حاضر. درست است. تخم چاپلوسی، تخم خوشامد و چرب زبانی را کاشته ایستادند. از همه کودکچه باغچه بچگان الک دست پیش برگرفته خوشامد آموزنده ایستادند. گلدسته گرفته بر آمده تعریف کند. درست است. اگر کتابی الفبا یک شوید که کتابی دیگر یک شوید همون الکای صورتی همون کالونی دولت همونجا جای گذاشتگی. حتی در مجله بانوان تاجیکستان رسمی رئیس جمهور که بانو نیست، مجله بانوان تاجیکستان نام دارد، رسمی اوست. اگر از حاضر شما مسئله های مثال آسیای میانه گفتید، از پرزیدنتی ترکمنستان گفتید، از مثال دیگر پرزیدنت های همسایه نگاه کنیم. یکی از پرزیدنتی اکنون با قوتی آسیای میانه این اسلام کریموف بود. همون کریسلیش با مردم مانده رفت باید. همین جوش ما من شوکت آمد میرزیویف. شوکت میرزیویف پالیتیکش و اگر نگاه کنید خیلی ازبکستان پیش بود. نگاه کنید مدتی من همین چند سالی که همون رهبر بود 6 سال میشه و چند سال همین خیلی ازبکستان ترقی کرده مونده رفت. عجایباتش ببینید که هوس میکنه. آزادی هم خوشروی شد. حالا ممکن که آیندهشون خیلی با نختر شود دیگر شود. پتانسیل ازبکستان کنیشن کلان. ما تاجیکستان حالا نمیدونیم کی رفته میرسیم. وقت از آنی که رحمانوف از وظیفه میرود ممکن که بعد از 5 سال رود یا که 8 سال که خودش میدونه که خداوندی کریم میدونه اینا. بعد رفتن اینها حالا ما یک 10-15 سال دیگر کارهایی که اینا جای با جا گذاشتن و عاقبت‌های اینا ما حالی حل کردن در کار چون که حاضر ما بهبودی در مردم نیست. حاضر مسئله یکی پیشنهاد کردن که آشکارا گفتن که معلم‌ها دکترها برآمده ترک وطن کردن. یک نماینده دولتی گوش کنید که چی گفت айбошон намебиёд ми дурӯғ гуфтосем мардум ҳамун худаш дидост кадом ҳол ба муаллимо кора партофта монда рафтост кадом ҳолат чиёе маҷбур каросем музди моҳона баъзе ман муаллимо ки ҳоли ҳамсоҳбат мешавам 450 сомон пул мегирам ин аз трибунаи баланд набинам кадом оликое мегӯям 500 800 1200 баландаш ман медонистаги ман ё рафиқои мегиртаги ман мумкин дар шаҳри душанбе баландтар бошад мумкин дар хуҷанд баланд бошад лекин дар районҳо ҳамеш пасти ҳеҷ пули ночиз один нархи орда бинед падари ман худораҳмати муаллим буданд ҳамун фақат омда хона ба як мегуфтанд ки оилаки ман аз ҳама баландтара мегузаронем ҳамон вақт ба 310 сомон ман мегирифтам мегуфтанд халтаи орд 8 сум 10 сум буд 10 сум бои баландаш ҳисобида мешуд сорти баланд сорти дуюмаш дета 8 сум буд сорти якумаш 9 сум буд 9 сум чандтин буд мо майда медонем агар ҳамун 310 сум ҳозир ба гардоне чанда халтаи орд метиҳад 30 халта қариб 35 халта орд метиҳад 35 халти ҳозира орда ҳисоб кунед чанд пул мешавад 35 халти орди ҳозирдом 10000 сомон қариб пул мешавад درست بله اگر مقایسه کنید بعد کوچه با همراهشون میرفتن به کوچه همین از چیت کوچه آدمو سلام علیک میکردن قدری معلم همین خیلی بالا بود آمده معلم جان یگان خدمت نیست میکنن حاضر معلم ها یگان قدر و قیمت در تاجیکستان ندارد خودی معلم ها فهمیدن که уже тут گفتی урусто делать нечего надо уходить потому что вай فرزندش شوی دادنش در کار زن دادنش در خانه‌اش ریمون کردنش در لباس خریدنش در کار پوشیدنش در کار این از کدام سال میکنه این زندگی پیش میبرد اینا ما حیران این معلم ها از معلم ها همین شخصی نیزشیشونشون یگان چیز حمایه نمیکنند معلمان راستی گپاش دکترها که کمتون در حکومت دارن با مثال یکیش به یک اوکول میکنند یکیش به یک معالجه میکنند مردم رحمت میگیرد درست است دکتر از کوچه هم پول کار کرده میتواند دکتری خوب را مردم خودش چه
بله درست، اما حال معلم در حقیقت ما تمام عائله ما معلم هستیم، خوب میفهمم. خود من هم در مکتب کار میکردم، طالب علمان لباسی داشتند که اکثر معلمان آرزو هم کرده نمیتونستند سر و لباس پوشیده طالب علمان را. و همین مبلغناک شدن مکتب ها، خود پول مکتب بیار گفته به طلبه دست دراز کردن مکتب، این یکی از سبب های ریختن آبروی معلم بیچاره است. اگر 100% معاش معلم تامین میکرد روزگارش را، معلم پول ده نمیگفت به خواننده. و امروز دانش سست میگویند، پست میگویند معلم آخر از مکتب رفته باز از پای دیگر کار میشود. کی وقت یافته می آموزد او؟ 100% گناهکار کردن معلم 100% خطا است. این جامعه است که در همین حال گرفتار کرده معلم را. یک گپ دیگر رو میگه و معلم ها ماهانه که میگیرن که مثال همون 800 تومان یا 1000 تومان و پول دستشون پول نمیگیرن و یا با یک غیر قانونی پول جمع کنی ها دارن و معلم ها به دوش آنها گذاشته شده است. یکم آبونه سر میشه. در مکتب که یکم سپتامبر اومده مجبورن آبونه گازیتای درکار و نودرکار که هیچ کس نمیخواند، اما گازیت میکشوی خودی که میگه که سال 1970 باشی 70 که همش ناس دهقان کشتکار کردن، حاصل خون داشته هستند، بعضی هاشون حاصل کرماهی کردن، زواد کار کردن، شیرها برآمده است، پخته چیده شده است، زندگی اینجا است. همین حادثه به خیال میکنی که باشه. همین گازیتو انا میخواد به معنا فچولت یگون سیگا پاش نیست، همون مجبور میکنن که معلم آبونه شود. بعد یکم پرزیدنت صورتش رو دام یکم صحیفه تمام دیگه هیچ ندارد. پرزیدنت نه قانون کردن نه قبول کردن و یا گسیل کردن. 100% در حال امروز که اطلاعات سر هر ساعت نو می شود، در یک هفته یک بار آمدن گازیته با یک کس در کار هم نیست. خبر هفته گذشته با کی در کار؟ اینترنت هست. اینترنت اگر همین حالا یگان حادثه شود بعد نیم ساعت در فیسبوک در ادنکلاسی که علاقه می براید تویتر پر است. اکنون اینو نگاه کنید، سخنتون رو میگیرن حوزه اینترنت بوده، خبرهای بوده در تاجیکستان کمبودی ها روی داده میشوند. در یک گوشه تاجیکستان مثلا حادثه خاروخ میگیم، همه خبر شد و خود پامیری ها زیقی داشتن بیچاره ها. در تمام گوشه به کنار تاجیکستان مردم همین حس کردن پریژوایت کردن حکومت جیم تلویزیون جیم، لیکن همه میدونند همینه، چیز روسیه میدوند، چیز دیگر خبرنگارها میدونند، لیکن تاجیکستان جیم یک تا آدمی حل میکردگی نیست. آشکارا برآمده گویا که اینا حل کردن در کار. همین حادثه شد. خودت خیز رو سمالیات بمی ورتالات بشینو همه آدمی کمبودی جای دیگه جاش بشنونده حل کن. حاضر تاجیکستان به اگر جدی گیریم، اگر حاضر همین حکومتی حاضری تاجیکستان حاضر کم تر که دیگه وقت داره. اکو وقت ممکن که 1 سال یا 2 سال هست که مسئله رو حل کرده جمهوری رو آبادی ببرد. اکنون نمیدونم چنین کادرها هستند یا نیستند در وظیفه های دولتی. به فکرم که کادرها باشند هم با اونها راه نمیدن. نمیدونم تا کی میرفته باشد. من در خودم روسیه چندین سالها زندگی میکنم، همینجا ایستاده فقط پریژوایت میکنم که چه خیلی تاجیکستان داشته باشد، چه خیلی این بفهمی که این تمام دنیا گفته است که همین حادثه معرکه های کلان کردن در کار پاندمی میگن اینا با فرقش نیست. رقص و بازی سرود ایدی نوروز سال کمتر کردن در کار. اگر هو مسئله یک روز برداشتید، من سخن گفتم نتونستم، میخواستم شما سوال داده بودید که اگر پرزیدنت شوی چیکار میکنی؟ من میتونم حاضر چیکار کنم گم، من میتونم حاضر گم که تمامی رسخاتویی که در دولت زیادتی دارد همیشه میبردارم، همیشه میبردم. رقص و بازی ها پول برای فایده یک تو دکتر دیگر طبیب رسخاب میکنی. همین مجلسی عالی همیشه جواب میده در بعد خانش با هیچ حل بیاف یگان بار یگان دپوتات خستن گفت است که ما خلق با فایده خلق گپ نمیزنه. بیاف یگان بار ندیدیم که همین اگر ما هم تو قانون قبول کنیم مادر یک فایده میبینه دو کودکش کلام میکنه گفتگی کنه دیگه. یگان قانون قبول نکردیم من این مواد غذایی برای مادر رو به پول داده شود مثال نه. همین کودک از رودان میبره تا همین 18 سالگیش فقط تو دولت با پول میدی. همین 18 بدرادگر زورمن ابلا بکره ارمی میبرن. پسرش دخترش اون احوال خودش به خدا. و تفسیر درست است. من 100% جانب داشتم. در ما خراجات بیهوده بسیار است. ما یک برنامه داشتیم که اسراف نام داشت.
به خاطر کم اسرافتر بودن. مهاجر بیچاره در چه حالت کار کرده می آید در وطن؟ اسرافکاری به حد بسیار. یک روز توی و معرکه، باز یک سال دیگر نیم سیر و نیم گرسنه. طرز حیات و زندگی در کشور درست راه اندازی نمی‌کنه. یگان راهبری، یک قوی اراده، یگان کاردانی نمی آید که این همه را به ترتیب مرتب کرده باشد. من در این سمت هم جانبدار شما هستم. پرزیدنت باشه چی کار میکردی را هم به آن خاطر گذاشته بودیم که شاید نفره از همین چاپلوسان هم پیدا شد وارد شوند. بیاید چاپلوس نمیگویم، جانبداران کشور، جانبداران راهبر هم وارد شده برنامه های داشته باشند، شاید طرح‌ریزی هایی که پیشنهاد کنند، شاید یکی از راهبران شنیده بر گوش رئیس جمهور رسانند. تشکر میگویم، بسیار تشکر برای این سخن. مایلش سلامت باشه. درد و دلی خلق بسیار هست. خیلی سخن رو باید به دیگه کس دهید، با مسئله های دیگر رو بردارن و نگاه کنند. просто دلتون میسوزد خلق تاجیکستان به که ما سزاوار چنین زندگی نیستیم. ما سزاواری بلند هستیم، ما سزاواری خلقی ما آینده دار، ما خلقی تاریخ کهنسال دار. برای همین این دلتون میسوزد از همین دلسوزی گپ زدیم که ممکن که یگان وظیفه‌دار دولت یک ممکن من باوری دارم که همین سخن‌هایی که شما میگید طرفداران دولت هم هستن، ممکن کارمندان وزارت بی‌خطری و دیگر شما گوش کنند و ممکن که یک خبرهای برده رسانده که یک گره نامونه خواند و یک مسئله های در اورنی دولت تاجیکستان حل کند. همیناید ممکن که زندگی پیش رود. نمیدونیم، من یک حیران میشم که کی این میشده باشد، تا کی این زندگی میرفته باشد. و یک گپ دیگه شم میگم بعد گپ تمام میکنم. و این روسیه برای ما دائمی نیستین. خود روسیه از پلیتیکش نگاه کنید، مهاجره برابر جواب دادوست. رویتون گفتوست، قانون‌های سخت کاروست، پاتنت بلند کاروست، کوچه‌ها با دوسته گرنگ میکند از کار. من например در области Калуга уже در بسیار جاها با اجازت نیست برای کارمند مهاجران با общественное питание، تاکسی، کیمچی دیگر مردم уже رفیقا شناسا تلفن کردن میگن که ما уже سخت شد کوچه به گشت نمیتونیم. یک روز هم تک اصطناف که میشه در خورد تریتور روسیه. من همین در دونباس حادثه ای که شد уже 100,000 مهاجر از اونجا اینجا اومد. 24 شب نمونده نمیره. یعنی نگاه می‌دارد و نیکی ما جواب میده. خب مایل سلامت باشید. بهترین من درک کردم که شما چی گفتید. واقعا خانه کس از آن کس است، آش کس آستانه کس گفته بیهوده نمیگویند. باز هم مثلا میخوام باز هم تاجیکستان خودمان آباد باشد و کار همانجا باشد بهتر است. تاجیکستان یک برای ما ملک خدا داده است که مثل کوهستان زیبای آن، مثل مرغزاران زیبایش، مثل این عقبه های افسانویش در یگان کشور ما اینقدر راه پیموده تا اروپا آمده من ندیدم. هست اینجا دریا هست، جنگلزاران انبوه هست، ساخته های دستی هست که خیلی زیبایند که اونجا فیلم حتی نوار برداری کرده می شود. اما در تاجیکستان خود طبیعت همچنین افسانوی است. یا خود ورزاب را بینید چقدر زیبا. از یک خود ساحه توریسم سیاحی در تاجیکستان میلیون ها درآمد، میلیاردها درآمد گرفتن ممکن است اگر راه اندازی کرده شود. اونجا واقعا در پهلوی مردم بودن رئیس جمهور وقت آخرهای هفته گذشته روز جمعه بود که در هندوستان حادثه رخ داد که در یک بزمگاه در توی عروسی بالای چاه، قدوق میگویند، چاه میگویند، کت راست کردن، تخت گذاشته، زنها بسیار نشستند و کت فرو رفت و 13 نفر جان باختند. 11 نفرشان همان زمان کودک خردسال هم بود، 2 نفرشان در بیمارخانه. سروزیر هندوستان آمد و همدردی اظهار کرد. سروزیر آمد. میلیارد نفر اهالی دارد هندوستان. ما همگی در تاجیکستان باشد و باشد 6 میلیون نفر ماندگی است. 15 نفر در وقت ترکیش همان نقطه فروش سوزشواره دیزل بنزکالون که مثلا در گرفت و 15 نفر زخمدار شدند. 1 نفر وفات کرد، 1 نفر کودکی 15 ساله. یگان نفر همدردی کرد، اقلا رئیسی همون ناحیه همون شهر همدردی کرد، یگان جا رسانه‌ای شد
یگان کس شنید مثلا یا در بریتانیا دوام 3-4 روز باز شمال نهایت سخت است، شدید است. راهبران کشور خیلی اشان همین از آغاز شمال باز در همان جای حادثه هستند، دیگر کار ندارند. مردم میبیند که راهبر در پهلوی اوست. چندین نفر خانه ویران شدند، زیر ترمه، زیر یرچ ماندند، زیر آبخیزی ها بیدرک شده رفتند. اما پهلوی مردم بودن همان رئیسان الکی برای مردم یک دلپوری است که وای راهبر دارد، دلسوز دارد، جانبدار دارد، او را دستگیری میکنند، با خانه تامین میکنند. بیایید من بسیار حرف نزنم، گوش میکنیم نفر دیگر را. نسیم خوش آمدید. سلام علیکم. و علیکم سلام دادر، گوش میکنیم شما را. شما ناس من سلامتیتون است، اولتون است. رای خوب آفر. وابسته به سمت معارف تاجیکستان از سخنهایی که شخصی که قبلی در برآمد بود و با شما گفت شنید میکرد و من به معلومات شما میرسانم که معارف تاجیکستانی که شما میگوید من در برنامه پیشین که شوکت محمدی میبرد همکار شما وابسته به علم فروغ معرفت سخن کردیم، وابسته به کتاب الفبا، وابسته به دیگر چیز. پیش از اون که یک چیز اوید همین مسئله یگون مسئله شما فکرانی میکنید یا یک چیز میکنید، باید که خوبتر عقلا آموزید. پیش از اون که معنی مردم زهرآلود کردن عقلا درست آموزید، تحلیل درست. من اقتباس از شوکت محمدی میبرم، بعدا به برنامه شما باز میگذاریم، باز صحبت میکنیم. ما درباره علم فروغ معرفت میگویم. شوکت محمدی میگویم که ای بس اکن شعر شاعری خلون که نمیناسیایی که در علم فروغ معرفت است پره به علم دقیق تکیه میکنه، یعنی به علم ریاضیات و طبیعی دیگر چیز. و وابسته به انا همین اردی که در دوران شوروی میگون این میگون اون میگون، من یک چیز به سهم تمام اون نفرانی که این برنامه گوش دارن و به سهم اون نفرانی که من بعد این برنامه گوش دارن میرسونم که میبینم برنامه، میگم که اتحاد شوروی خود تومی پنجش به لیلی میگوید که آسیای مرکزی را از دست ندهید، زیرا آسیای مرکزی به ما همچون اشیاء خام استفاده برده می شود. این یک طرفی مسئله. دیگر طرفی مسئله میگیم اتحاد شوروی آمد پخته به دست ما کارید، به زمین ما کارید، تمام مردم دیخانه کار فرمایید، گشته پخته از دست ما گرفت، باز به وطن به فدراسیون روسیه به امپری روسیه گرفت رفت. فقط بینید که یک کیلو پخته که امروز در ارزش 16 تومان دارد و اشیاء پخته میشد و چندین محصولات میشد، یکی از همین محصولات ها میگیم دفتر میگیم یا روغن میگیم دیگر چیز برای ما ارزان میگرفت و گشته میفرستاد. لیکن فایده که وای میکرد بسیار بود. فقط اتحاد شوروی یک تا کار کرد، اتحاد شوروی کار نکرد. نه، اتحاد شوروی کار کرد. اتحاد شوروی وابسته به سمت معارف و دیگر چیز ما پیش برد. لیکن اتحاد شوروی آنچنان اشیاء خام ما برده است که وای معاش معلم و وای نرخ ارزان شوی اگر حسابی میانه همون دوره بگیری اگر و خیلی کم است برای فایده به دست آورده اتحاد شوروی و محصولاتی که با ما با نرخ ارزان میفرستاد. وابسته به سمت معارف تاجیکستان، سمت معارف تاجیکستان اگر امروز رشد نمی داشت، خواننده های مکتب میانه معارف تاجیکستان در المپیادهای بین المللی جو می گرفتند، در المپیادهای بین المللی جو گرفتند. وابسته به هم امروز امسال در پیامشان اساسگذاری صلح و وحدت درباره آن نفرانی که در آزمون‌های علم فروغ معرفت، کتاب خوانی و دیگر آن نفرایی که جو میگیرد برای هوسمندگردانی نه تنها برای خودی همون خواننده بلکه برای پدر مادر خواننده والدینش و اینچنین به همان آموزگار الکی چیکار کردن؟ مبلغ‌های کلان پیشنهاد کردن. خب و وابسته به سمت دکترهایی که شما درست میگویید این از موضوع برآمده رفتید، بلندگوی کشگیران نیست. اقتباس آورده ایستادیم و شما گفتید که
دخترهای درست باشد خودش از کوچه حسابش میبرارد این میبرارد. شما قبلا درباره قبلینه در برنامه قبلینه درباره کروپسیا سخن میراندید. اینو ببینید که شما میگید که اگر دختر خوب باشن خودشون از حساب دیگر طرفو درآمد دارن. یعنی شما با جانبداری دختر خوب مردم بانی میکند، مردم میپاید میگویند در است طرفشان. این سخن از کروپسیا این در ادبیات هست بود میماند. هر یک کسبی که کسبدارش بالا رفت مردم خودش او را دستگیری میکند، مردم خودش بانی میکند. فرض کردیم اگر تماما بیمارخانه نیست یا تماما دکتر نیست، هر یک حالتی که به سر مردم میآید و دکتر لازم میشود، دکتر رفته کمک میکند، حقش را میگیرد. این کروپسیا نمیشود. کروپسیا همان وقت است که میروی یک همشیره شفقت یا یک دادر شفقت را میبری و میگویی همین را به کارگر مبلغ میدهی. انا اینش کروپسیا میشود. وقتی که به دکتر پول داده اینش کروپسیا میشود. وقتی که تمام اشیای جراحی را دولت میدهد، داروواری را دولت میدهد و دکتر باز پول این همه را میگیرد، آن وقت کروپسیا میشود. دولت که امروز یگان خیلی دستگیری ندارد، ساحه تندرستی کاملا از جانب مردم قریب که تامین می شود. و واقعا درباره دکترها هم مدیری تولدخانه ولایت هم تولدخانه جمهوری پیوسته گفته ایستاده است که در تاجیکستان رایگان است، تولدخانه ها رایگان پول نمیگیرند. همین دروغ نقد است، محض است، دروغ است. بلندگویکشان را گیران کنید و فقط سر موضوع گپ زنید. سر موضوع گپ زنید بهتر است. خوب شده است. اکنون شما گفته استادید که معلومه انا گفتید دکتر ایستاب مردم است و ایستاب این است. مگر یکمش من میگفتم که ادبیاتی که تو به امروز برای شما میخونید این ادبیاتی کروپسیا بوده است. یکم. دویمش قانونگذاری جمهوری تاجیکستان درباره شخصی که مبلغ پیشنهاد میکند یا مبلغ میدهد، این مبلغ الکای خودش افشای پاره، یعنی دادن پاره، این خودش هم کروپسیا است. یا طرفی مثلا دیگر طرفی مثلا یک بار گوش کنید. دکتر در خانه نشسته است، نصف شب همسایه آمد، فشار خونش بلند. دکتر در خانه دارو داشت، سوزن دارو داشت، فشار خونی او را فراورد، یاری اولین طبی را رساند. همینجا کروپسیا است. سخن را پیچانده بازی ندارید. در همه دور و زمان همین خیلی سخنبازها دروغ‌ها را آنچنان پیچانده راست وانمود میکردند و مردم را آنچنان فریب میدادند. راست گپ را گویید. از روزی که در بطن مادر معلمه جان، از روزی که در بطن مادر کودک پیدا شد، یک هفته نشد وقتی میرود کرته میکشاید پول، 10 سوم پول کرته. تمام تشخیص ها رایگان نیستند، مبلغناک هستند. پول تا کودک از تولدخانه گرفته برآمدن پول 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 پول، باز راهبران برآمده میگویند که رایگان. انا اینش. اکنون شما گویید که آیا کروپسیا نیست در اینجا؟ در کدام گوشه قانون است؟ من شما با پیشترم گفته بودم که امروز دولت قانون برآورده است که شخصی که همین از شما مبلغ پول طلب میکند الکی مقامات های دخلدار تشکیل کرده است تا که همون مقامات های دخلدار خبر تید و پیشگیری از همین حادثه کنید یا اینکه در جای حادثه همین جنایت مثلا آشکار کنید. مردم شما آن چیز سخن بازی توپ دادن میگید، شما مردم توپ میتین. اگر مردم توپ نتین، امروز معارف تاجیکستان اونقدر رشد کرده است که اونقدر غم خور است که مشخص سیرها تشکیل کرده است، مکتب‌های شخصی تشکیل کرده است. امروز مردم میبراید والدین مکتب انتخاب میکنند. شما همین میدونید که والدین امروز مکتب انتخاب میکنند. مخصوص کار مگر این مکتب تیپ مخصوصی زبان میکردم. من خودم مکتب مخصوصی با زبان درسی هنده کار میکردم. مادر من مدیر قسم علمی بودن در گیمنازیا در استرافشان. 41 سال فعالیت کسبی دارن. 41 سال کار کردن در جاده معارف. معلم زاده هستم خودم. عین حالم تمام اولادم. اکنون گوش کنید. چرا تاب میبیارید؟ من مردم را فریفته نکردم. همین چیزی که مردم میگوید من قبلا یاد ندادم، خودشان برآمده میگوید. اینقدر معارف پیش رفته است، معلمان این همه بهشت جاویدان رو پرتافته کجا رفته ایستادن؟ اگر معارف پیش رفته، همه در مکتب شخصی کار کردن به امکانیت ندارد.
و همه خواندن در مکتب تیپی مخصوص لیسه گیمنازیه ها خواندن امکان ندارد. خوانندگان عائله های کم بضاعت یا میانه حال در کجا میخوانند؟ من در مکتب میانه عادی خواندم. از یک صنف 20 نفره 5 نفر مدالیست برآمده بود. 20 نفر خواننده 5 نفر مدالیست. یک تین نداده بودیم ما به مکتب. سال 94 ختم کردیم. 91 92 جنگ بود. 2 سال به معاش پدر مادر من معلمی کردند. به معاش پول نگرفته. معلمی عزیز اصلا با همون پدر مادری که در ماندیم. شما از موضوع آنقدر بیرون میروید، آنقدر پیچ و تاب میدهید. واقعا دیگر برنامه دیگر همکاران را با من آمیخته هم نکنید. وطن تنها میماند. موضوع امروز ما همین است. مرحمت. کسی دیگر وارد شدن؟ زنگ قبول میکنیم. مرحمت. بله، السلام علیکم. میشنویم؟ الو. بله، گوش میکنم شما را. سلام علیکم. خواهر عزیز، معلمای محترم، شما خوب هستید؟ سلامت هستید انشالله؟ بله بله، بسیار تشکر. من میرابی شریف زاده. بله بله، شناختم. شما بینید که این وطن بهشت ما هر روز خالی می شود از تمام مردم باسواد و از معلم و دکتر و دیگر کارها. اساس این چی است؟ فوندامنت این چی است؟ این همون بدبختی همین عائله دیکتاتوری امام علی شریف رحمانوف با همون گروه متشکل جنایی تشکیل کرده عائلویشو گرد و اطرافیانشو من این پدخلیمه و چاپلوسا است. برای چی این چاپلوس با امروز برآمد؟ با نمشه عوض کرد. اینا عقل و فراست دارن یا نه؟ تا بکای اینا خاک میزنن، تا بکای اینا پدخلیمه میکنن. خدا тарситон, да как вам не стыдно? Основа всех бед, несчастий, трагедий в Таджикистане – это нелегитимный, самопровозглашенный президент Таджикистана со всей своей коррумпированной, со всей своей коррупционной, преступной, узаконенной семьей у власти. Кроме них больше никто ни на что не имеет права. Правильно сказал позавчера парень из Фархара, что им привезли в район в 92 году с зашитыми убитых ртами 40-50 человек, и он сам назвал, что это дело Ятимова и дело Шерали Хайрулоева. Он обратился к их потомкам, к их детям, к их братьям, сестрам, чтобы они встали, свои голоса подняли и собирали списки убитых в массовых захоронениях людей. Он сказал, Даханошон духтагибут, кыштагибудан, Даханошон сим хати духтагибут. О Дахана агар сим хати духта, соли наваду биоран, коргарои, рохбарои хикмату, дар пеши мардум монан, бад вайо овоз меброран, вайо садо меброран. این رهبرای حکومت که حکومتی هستن و تمامی دستگاه ها دادشون هست، هر کاری که خواهن میکنن، هر جنایتی که خواهن میکنن. این مردم بیچاره تا که گشنه و تشنه گردد، تا که گدایی کند، تا که معاش خودشون نگیرد. Да если ты справедливый человек, ты гуманитарную помощь со всего мира получаешь, почему ты с России привозишь учителей, преподавателей русского языка, 30 тысяч платишь там, плюс $1000, плюс бесплатное им проживание, питание? Где твоя совесть? Еще ты хочешь, чтобы у тебя народ Таджикистана был грамотный, за исключением вот таких подкалимов, который сейчас выступал, которые деньги находят коррупционным способом. Кругом взятки, взятки, взятки. Да давным-давно пора уже руки отрубать всем посредникам во взятках и всех взяточников. Тобакай мардума фред мекунан, тобакай мардума ин кадар кашок мекунан, тобакай мардума гадо мекунан, тобакай мардуми Тоджикистана хамаша ин 3 миллион аснав дар бадар шудагӣ дар бадарам бошанд, агар ино хеле хушбахт ҳастанд.
که فهمیدن که انسان حقوق بشری دارد، فهمیدن که оказывается у человека есть право на собственную жизнь, право на собственное мнение, право на свободу, право на труд и право на закон, чтобы жить на этом свете. А не то, что в Таджикистане творят. Весь Таджикистан превратился в огромный концентративный лагерь этой семьи во главе с этим диктатором, с его семьей паразитической. Что еще можно сказать? Уже люди, слава богу, просыпаются. Люди уже понимают, где правда, где неправда. Вот именно надо на всех голосах кричать, орать, что вот такие подобные, которые сейчас вам голову морочил, сидел, показывал, что все спокойно, все хорошо. Да как ему не стыдно? Ты, наверное, сам коррупционер, взяточник, сам сидишь там где-то, получаешь незаконные деньги, можешь хорошо жить, поэтому ничего вокруг себя не видишь. معلم من یک چیز را نمیفهمم. به هر حال زندگی دیده هستید شما. برای چه همین نفرانی که باز هم تعریف و تصنع میکنند از کار پیشگرفته راهبر کشور دیده نمیتوانند؟ اینها واقعا دیده نمیتوانند یا به نهایت خوشگمان هستند یا در چشمشان فقط خوبی مینماید؟ انا همین سبب چی باشد؟ او با اینا پولای کلان میتیان که اینا برای من همین خیلی آدمایی که حقیقت میگوین دانشون با سنگ زنن. Неужели вы это не понимаете? Вот из этих коррупционных денег, из этих взятнических денег, айгаму пулойки харом, хаст, то, что не дозволено для потребления в пищу, в одежду, для содержания семьи, им платят, они вот так мешают всем. Это, знаете, как говорится, заноза на теле здорового человека. Это, знаете, как пиявки, которые последнюю кровь высасывают. О чем с ними говорить? طلع نتيتر رهبري حكومات بوشي معلمة خونه شبيبون كن علوي هزوم شبيبون كن غاز سوسايديت كن تو هوايو با اجازت اقلا $2000 یک موبته کنی هوايو چخل زندگونی میکنن. بیچاره معلم تو این درجه شرمنده شده که شبا رفته کار کند و کسا نبینن که ابروش نریزد. آمده یک لغمه نانش خورد و 6 ماه 7 ماه ойлик нагират. До каких пор эта коррупционная система будет существовать? До каких пор только одна семья будет жить? И та семья узаконенных бандитов, узаконенной организованной преступности. Сколько можно об этом говорить? Основа всех бед, трагедий, несчастий – это незаконное пребывание с самого начала у власти этого несчастного, этого бефайзу, бебаракаты, бепайкадам имама Али Шариповича Рахмонова со всей его семьей, со всем его окружением, со всеми его правительством и депутатами. Вот что. Все воры, все взяточники, начиная от человека, который туалет чистит, концовка у президента, все дают взятки. Харомхур, посредник. Вот надо всех посредников выстроить в ряд, с них кожу с живого содрать один раз. И все, которые взятки берут, и все, которые взятки передают. Вот тогда коррупционная система Таджикистана прекратится раз навсегда. И они нас убеждают, коррупция была всегда. Да что вы голову морочите? Каждый жил по своему труду. Каждый зарабатывал свой кусок хлеба честным трудом. Где заводы, фабрики? Где колхозы, совхозы? Где рабочие места? И еще болтают, что-то убеждают. И در هر یک برنامه همین نفر برآمد میکنند. همین عین حال هم با نام جاوید برآمدند، نوبت خود را انتظار نشدن نسیم شده برآمدند. اگر در جانبداری حکومت حرف میزنید، ما که مخالف هستیم با چهره برآمدیم، شما جانبدار هستید، چرا چهره خود را نشان نمیدهید؟ نام و نسب من سایمه سعید و رجبویونا استرافشان گزاری 41 انا همش را گفتم 13 میکرورایان. آخر برای با نام و نسب حقانیتان برای
با چهره حقیقیتون بر اومده حرف زنید. شما که در جانبداری حکومت حرف میزنید، شاید یگان منصب گیرید از همین تعریف کردن ها، تصنع کردن ها، گپ رو آنقدر پیچانده چیهای رو با کروپسیا مانند کردن. در ازبکستان شفقت میرزیویف آزمون اعلان کرده که هر نفری که در بازداشت کروپسیونرها، پاره‌خورها به ما کمک میکند، یک مقدار معینی مبلغ دسترس شده همچون مکافات به همون نفر داده می شود. یعنی مردم را جلب کردن برای دستگیر کردن کروپسیونرها، فسادکاران، پاره‌خوران. مردم هم فعالانه اشتراک کرده ایستادند. یک کمانده خود اختیاری تشکیل شده که کمک کرده ایستادند. این بهترین راه است. اگر در تاجیکستان هم من امروز گفتند که سابق رئیس ولایت با 9 میلیون مبلغ داشته است در بانک فرانسه و خیلی از روزنامه‌نگاران هم او را تعریف و تصنع کرده خبر را رد کرده ایستادند. اگر خبر دروغ باشد، ژورنالیستان آزیا پلیس رفتند بر اتاق کاریش، چرا نماند که درآیند؟ چرا کمتر شرح نداد که این دروغ است؟ اگر دروغ باشد این عجیب است. من باور دارم که شنیدید معلم شما که سابق رئیس ولایت سوخت قاسم رهبر با 9 میلیون داشتن 9 میلیون مبلغش آشکار شد در بانک شویتزاریا. آخه بینید که این قاسم رهبر یا قاسم قاسимов, это знаете, он дурачок, он просто 1% имеющихся денег, 9,5 или около 10 миллионов долларов поставил швейцарский банк. Это ведь миллиардер номер 4. Это ведь такой богатый человек. Сейчас он прибрал к рукам Гисарский район, город Гисар. Но его там быстро сожрут. Там люди очень грамотные, люди видели эту войну, видели, как убивали их, как резали их, как уничтожали их. А мы о чем можно еще говорить? Им билет кидирус передача Ивайбут Эшонисатор. Вот как раз таки по массовому геноциду в Себестоне Донгарийского района, что он доказал, что там не был ни один оппозиционер. И там кто убивал? И главный убийца, главный командир этого Народного фронта сейчас у власти сидит. Что вы ждете от этой власти? Парвардигор тестар джони хамино ягирад ки тамоми мардум халос шавад. Баргардад ба ватани худ. Одамои бо ақлу, бо фаросату, одамои ки метонанд кор кунанд бениҳоят зиёд дар Тоҷикистон. Ҳама карталаву гохала нестанд. اولین کشوری که بعد پاش کردن اتحادیه شوروی بیدار شده اولا سر برداشته آزادی گفت همین تاجیکستان بود. آزادی بیان، آزادی حقوق انسان را طلب کرد همین تاجیکستان بود. И смотрите, все-таки Таджикистан был на очень большом месте, в 8-м месте был среди Советского Союза по, значит, обеспеченности народа во всех его сферах, и работой, и образованием, и медициной, и абсолютно всем. Вот смотрите, наши врачи, наши учителя во всем мире ценятся, особенно выпускники советской школы медицины. Почему? Потому что медицинский институт в Великой Отечественной войне были построены кем? Специалистами Ленинграда и других больших городов. И там находились самые большие профессора, доктора. И они обслуживали очень много раненых во время Великой Отечественной войны. И потом вот война, которая 10 лет шла в Афганистане, тоже привозили всех их там, извините меня, лечили. О чем может этот Джовид, он вообще не человек. Он бояк тайдга шаст комрон, як хайвон идга шаст хомоенидин, боята идга шаст, она ин деп 07, она меброят бадахшану, як хайвон идга. Дина баромат баноме дархамун передачи Эжонисатор, Абдусатор Бобоев. Баноме Солмони Форси, садқай вай номи Солмони Форси шавад. Ино ҳамашон бинед ки як мушт мебахшед ахлотан. Ино як мушт аз канализация бромадаги ҷонвароан. Больше их ни с чем нельзя сравнить.
اینا در مغز سرشون в голове у них پوسیدگی в голове. خاموش کردن از طرف خودشان خاموش شد. تلفن موبایل نفر دیگر را قبول میکنیم نباشد فقط فکر نیست. محمود صادق. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خواهر عزیز و علیکم و سلام. همه شنوندگان و مبارزان ارجمند. من یک چی گفتنی هستم. همین دوره شوروی تماما یک نمود چاپلوس نام نداشت. همین یک تا دو تا اگر پتخلین باشد در همین یگان شهر ناحیه همه میدونید که همون یک لگن بردار است. با لقبش همون لگن بردار بود. یا کشاله میگفتن یا لگن بردار میگفتن یگان چی میگفتن. من در یادم هست همین دیرکتوری زواد یا رئیس سبخاز اگر یک متخصص خوب باشد باور کنید برای وای همه چی مهیا میکرد. او شخص عقل تو نمیگفت. همین خلاص درست من نمیدونم زمانه چی شده است. این ایدئولوژی فرسوده رحمانوف این مبادل کردن نوجوانا نسل نورس به چاپلوسی انا همین ایدئولوژیش است. به غلامی سطح غلامداریش پرقوت کردنی است. اکم اویدی موضوع درای بسته باور کنید ما بعضا همین در روسیه که زندگانی میکنیم بعضا با یک دیگر وام میخوریم میبینیم میخندیم که همون وطن به خانه آباد داریم همه چیز مهیا. لیکن افسوس که بسیاری کسا در بدرن اجاره نشین حیات خودش برباد زده شده است. من که برای روسیه آمدنم من مجبور بودم برای که فرزندا که کلان شده بودن و ها باید یک معلوماتی خوب گرفتنشون در کار بود. من برای هم خود خواستم به روسیه آمدم که فرزندا بیان همینجا یک معلومات خوب گیرن یک متخصص ساحه شوند. انا مسئله یک نفری که دیگه گپ زد مسئله المپیاد و اینو همین خیامیدین هم همین گپ زدگی بود. او کرد من گفته بودم که حساب پدر و مادرایی که سوم دارن پول کار میکنن عقلشون رسوا است میخوان که فرزندا یک علم باشن یک علم خوب آموخته باشن انا برای مکتب شخصی خودشون نخورده خودشون نپوشیده برای فرزند مبلغ جدا میکنن. انا با عقفاشون میشه همین هم همون بسیاری که نفرانی که معلومات عالی دارد در خانه. من باز گفتنی که اگر زن معلومات عالی داشته باشد باور کنید فرزندایم سو به علم میکنن به دانش میکنن حرکت میکنن. برای همین قدر اول تربیتگر همون مادر است برایش که 24 ساعت اگر باشد همون 24 ساعت وقتی با مادرش خیلی پدر میرد برای یک برده نان میرد اینجا میزند میکوه میکند تلخام میکند یک پول کار میکند برای خوردن و پوشیدنش. انا مادر تربیتگر است. برای همین این چاپلوسا خودشان با نگویند که انا حکومت برای من قدر برای خواندن برای معلومات خوب گرفتن مهیا کرده است. نه این پدر مادر بیچاره که میخواد فرزندش صاحب یک لقمه نان باشه. بچهای منم المپیاد اشتراک کردگان. این حساب امام علی رحمانوف نه حساب دیرکتوری مکتب نه حسابی که من نظارت کردم دیرکتوری مکتب ها و یک متخصص خوب موند. معاش معلمایی که مکتب شخصی هستند در حقیقت بالا هستند برای چی که پدر و مادر مبلغ گذاری میکنه. از همین سبب مبلغشون بالا. این وزیرای شیطان باشد اگر همش جمع میکند و بعد مبین به تقسیم میکند. انا که مکتب شخصی اگر 3000 گیرده و این بیچاره معلم یک ناحیه یا قشلاق یگان سبخوز 400 سومان گیرده همون 3900 تقسیم میکنه میگه 1085 1900 انا اولی گرفته شده است. درست. بعضی معلومات مکتب‌های میانه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی از مکتب‌های تیپ مخصوص
کمتر معلمانشون معاش میگیرند. من که در همین ساحه بودم، معاش معلمان کم میشود از مکتب میان. اکو مسئله دکتر رو میگذاریم. دکترها بیچاره، دکتر حال حاضر بیچاره هست. دکترایی که در کلینیک‌های شخصی کار میکنند من در نظر ندارم. و هم صاحب اختصاص هست. یکی صاحب اختصاص همین دکترها در وقت پاندمیه ما شاهد بودیم که همون سر و لباسش پایواز همش خرید، با مبلغ خودش همون کامبینزون و دیگه خرید. دولت کامبینزون نداد. اصلا آمده بود یک وزیر پیشین اگر یادتان باشد یا همین وزیر گفت زد چند دکتری بیچاره در خط سوخت تلف شدن برای که همین مبلغ نتیان جبران پولی نتیان. گفتن که این دکترها حساب رعایت نکردن انا سانیتری گیگینی و پدرش و لعنت آخه همین دکتر چندین سال دکتر وای میدوند که چیتر باید جمعیت بباشه. من خودم میدونم همسرم دکتر است، همه تازه ترین همه نازکترین این دکتر هست. فهمیدین؟ برای همین خدا این حکومت چقدر میخواد همین خیل نسل پس میزند، غلام میکند. برای همین من گفتنی هستم که باید ما دیگه این خیلی کن حسابی که همین دولت دوشه باوری برآمدگی است. پیش دروغ میگفت، یک کس گناهکار میکرد، یک گروه یک حزب گناهکار میکرد، از نه حزب نه دیگه دیدن که مردم باور نمیکند به قتل عام گذاشتن. میخوان جسورای گیرن قتل کنن که تا عقفای وای مردم نخیزد. بله، اداره کردن مردم صاحب عقل، صاحب دانش و سواد، مردم بیدار دشوار است. یگانه سبب همین اداره کردن ما مثلا دشوار است. ما سرخم کرده لبای گفته رئیس جان گفته نمیتوانیم. البته شخصی که فکری آزاد داشته باشد برای این حکومت خیلی خطر است. درست. نباید انسان فکری خالی داشته باشد. نه، این خطری از خطرها برای اینها. از همین جاست که ما بیرونیم. اما مهاجر شدنمان هم یک حکمت خیلی بزرگ دارد. ما دیدیم که البته باور کنید جهان که دیدی جهان شناس میشی، آدم شناس میشی، صاحب کسب میشی. باور کنید من که کسبم یوریست در همین مهاجرت چندین کسبای بهترین از خود کردم. فهمیدید؟ چندین کسبای بهترین که بنا حاضر من آزاد میخوراند میپیشاند. یگان تنگ دستی ندارم. درست. اما برای برخی آمد میکند، مثلا شما معلومات نبودید، برخی نمیتوانند هیچ یک کارشان را راه اندازی کنند و خار و زار در مهاجرت زبان نمیدانند، قانونگذاری های آن کشور را نمیدانند، نمیفهمند، در معاشرت هم خیلی ضعف دارند. همینجاست که زود دیپارتیشن میشند و دیگر زندگی را پیش برده نمیتوانند. اونها باید در خود وطن کار پیدا میکردند. این همین مسئله دیپارتاسیون هم باور کنید. همین یک وقت رحمانوف آمد 120,000 نفره عفو عموم کنن که برای بیارن با همینجا غلامای نو بیانده با قوه نو. از همین سبب این 120,000 نفره باید این دولت اول پیش کند، اخراج کند، بعد برای اینها کاریابتیه. این همین بیزیسی، همین غلامداری. باور کنید این دیگه هیچی نیست. من گفتگی بودم یک وعده که حاضر یک نمودی نوع غلامداری این وابسته از حمله بیگان دولت مجبوری برده کار فرمودن. نه، همین یک خری که همون سری همون دولت میموند و یا پیشبانی میکند و برای دیگه دولت خلقش غلام فرستنده میگیره. فهمیدی؟
Hozir zamon hamisha shudagi. Новый вид рабовладельчества میگه. اصول نوی غلامداری. اصول نوی غلامداری تو پتوری. همین است که hozir اینها با شر میکنند. همین مهاجر برای اینها کدام شاه یا خودشان شاه میگیرد کو. کی غلام کی این خودش کی. برای هم خودر این نه اینکه یک تسلیت میگوید، نه اینکه یک مهربانی میکند، نه اینکه یک غمخوری میکند. غلام است و باید غلام در همین شرط ایستاده نشده کو. چی در وطن چی بیرون از وطن. برای هم خودر نه کنسولگرای نه سفارت فکر این بیچاره مردم مهاجری کاری نه، مردم غلامی که نه حق دارد نه حقوق دارد با توزیانه همینجا مجبور کار میکنه. از همین 2 میلیون 3 میلیون نفر خیلی ممکن است 100,000 یک کار خوب با خود یک معقول کار یافتن میتوانن به حضور کار کنن. دیگران مجبورن در گیجا نشست که 12 ساعت به یگان روز استراحتی آدم کار کند. این آدم میموره. بچه گودکای من که شخص در اومدگی گودکای میبینم یا دردی میان یا دردی گرده یک کسلی دارد بیچاره شکمی سیر نمیخوره میبینید رحم میکنه آدم رحمش میبید. لیکن ما چیکار میکنیم؟ خیلی یک کمک دست ما اومدگیش میکنیم. لیکن من برای خیش تباری من خودم گفتگی یگان تد غلامی نمیکنی. مبلغ لازم مرحمت را میخونی. خان کسب خوب بگیر کار کن. نمیتونی نغزش نبی همونجا را استاگی کده گشتنگی. اینجا جای تو کار نیست. برای چی که اگر تو غلام باشی فرزندت غلام میشن. تو همین شرایط قبول میکنی. یک رنگ لوله ها با خفه نشون. لوله میگیم که ما همینجا در یک عباره که سیگم میگوید همین یک قومش که میبیان زندگانی میکنن در یک خونه 88 نفر نه لباس خوب دارد نه خوراک خوب دارد کار بار دوزی دیگه همین ما برای همین ما مبادل شدیم برای همین خیلی شده که مردمی ما. بله کت‌های دو قبطه میبینیم در رسم‌ها یک خاکستری گرم آمده بالای آن دست گرم کرده مهاجرای بیچاره در کت‌های دو قبطه تختگین. من یک جا در اومدم یک جا گپتون بردم. یک جا در اومدم همینش تو اگر این شب خواب کند شبانه کار میکند اینش کار میرد اینش بجاش آمده خواب میکنه. به همین درجه بیجاین. درست. اگر روز استراحت باشد همین خیالشون که کمتر مبلغ سر کنن و خونهشون فرسونن همین چرخی تاجیکستان چرخیده نشده کرده. این حکومت فکر نمیکنه که حساب همین مهاجران دیگهشون میجوشد. حکومت انداز جمع میکنه. حکومت یک چی برای مردم یک چی میکنه. دیگه همش حساب همین بیچاره مهاجر دیگه هیچ نیست. برای هم خدا صد افسوس که ما باور کردیم نسل ما 60 ساله ها باور کردیم وقتی که این گفت که من یک دیرخان هستم و یک تراکتورچی برادر دارم ما گفتیم که خیلی این بی‌نفس بود است میبیاد که خیش تبار جمع نمیکند و متخصص جمع میکند. خودش هم گفتگی بود که من میخوام که متخصص باشد این ولایت اینجا باشد این خیلی باشد پیشتر سخنش هم خیلی بود. بعد رفت خودش گرفت دیگه همه گیر رفت چاپلوس ها جمع شدن شما گفتن ماهتاب بید شما آفتاب بید این دیگه همون کلش آسمان برآمد سرش خم نمیشه شکمش دم شد دیگه زمین نمیبیند. حساب زمین نمیبیند بلبل قالی میگرده. باور کنید این خودش زمینی آدمی خاکی حساب نمیکند الکه. برای همون خاطر من مردم گفتنی هستم که اینا دروغاش تمام شدگی 10 سال قاتل زده شده است. لیکن ما باید یک جا باشیم یک تن باشیم. ما نه بدخشانی نه سعودی نه ختلانی نه کلوبی نه دیگه نه ازبک و نه قلیق و نه لخی و نه روس و نه دیگه ما تاجیکستانی باید یک وطن سازیم که هم در همین وطن ما آزاد سخن کنیم آزاد زندگانی کنیم. بگذار یک برده نان ما کمتر باشه. من نمیگم که من میدونم من 100% میدونم که بعد از این کسی که از همین مخالفین سروری دولت نشد برای و صدها بار دشوار میشه. برای چی که این آوردن از نه آباد کردن
ما با گشته مهاجر میشیم، لیکن همیشه مهاجر میشیم که مهاجری حق و حقوق دار، حق برای نفقه، حق برای طبابت، فهمیدین؟ حق برای که ما یگان کس بیکار تهدید نکنه. این حقای ما طلب میکنیم. علاقه متخصصا میبیاد، متخصصا با همین حکومتی که روسیه هست، قزاقستان هست کار میکنیم، برای چی که ما حاضر یک بار کارخانه ساخته و برای کارخانه ساختن اتصالات کردن و یک متخصص در کار، برای این متخصص تیار کردن 10 سال 15 سال در کار است. برای همین قدر با امید مخالفین بیاد اگر فردا خوب میشد، نه خوب مسئله حق و حقوق میشد، آزادی میشد، یگان کس تهدید نمیکند، میتونی به حضور کار کنی و آنچه که بایگری های زیر زمینی به یغما نمیره، همش برای فایده ملت دولت میره. انا همین اولترین حکومتی که نو، حکومت جدیدی که نو میشد باید همین چیز قفت. با هم میگم که در همون حکومت هم مخالفی میشه. بگذار من با گشته مخالفین همون حکومتی نو هم میشم، میبینم که اگر کار خطا میکنند من باید آزاد گپ زنم، از آنها طلب کنم. ما انا خیلی حکومت ساختن ما در کار. باعث پیشرفت حکومت این مخالفین هستند، اما حکومت درک نمیکنند که دشمن غدارترین اساسیشان را در بغلشان میپرورند. چاپلوس در بغل حکومت پرورده میشود، مخالفینی که در پیشرفت حکومت کمک بزرگ کرده میتوانند، فکرهای جدید هستند، بیرون از کشور هستند، انا همین را درک کردن نتوانستند. و خیلی خود برآمد شما پیوسته زنگ میزنند. اگر اجازه باشد ما نفر دیگر را هم قبول کنیم. البته. سلامت باشید سویما خانم، سلامت باشید. رحمت برای شما، برای مبارزتان، برای بیداری ملت، برای که این کمک‌های بی‌بها باور کنید. شخصایی که شهید شدن رفتن آها با نام نیک میمونه. شخصانی که بر ضد این حکومت همچون مرد مبارزه میبرن، اینها هم از یاد تماما نمیبرد. برای که ما تاریخ ورق نزدیم، همین یک واسه که واسه میترسد حکومت نامش گیره، واسه حکومت میترسد نامش گیرد که میترسد که این واسه ها صدها پیدا میشه، لیکن چاپلوس های نامش میگیرن. سلامت باشید خواهر عزیز. من پیوسته در فکر آن هستم که حکومت که دیگرگون شد بر سر قدرت نفران اهل فهم و درک و سیاست را درک میکردگی آمدن. این چاپلوسان چیکار میکنند؟ خیلی ها جواب میدن که چاپلوسان باز چاپلوسیشان را میکنند، برای این حکومت هم خوش آمد میخوانند و دروغ‌ها را راست میتابانند، تابش میدهند بر راسته. همین گونه نشود بهتر بود. خوب میبود اگر راهبر چاپلوس شناس باشد و از همین رفتار و کردارش درک کند که خوش آمدگو او را بر چاه بیتک حواله میکند. برنامه پرنده های مهاجر است. ساعت دوم قریب پر شد، زنگ قبول میکنیم. مرحمت. السلام علیکم. بله گوش میکنم. الو. بله خواهر جان شما را گوش میکنم. خوش آمدید. انا بینید که اینترنت ها چه خیلی کار میکند و این نوبکارا این خوینا در کجا که باشن چه خیلی اینترنت های مخالف های قطع میکنند. واقعا اینش هم درست بودنش ممکن. Да, серьезно, я сразу проверила. Да, вот, пожалуйста. Вот насколько наше государство боится нас с вами. У него целая армия, у него столько подхалимов, у него черт знает что, а боится нас, одиночных женщин. Как не стыдно. Против кого они работают? Наоборот, мы раскрываем все их недостатки. Мы хотим помочь им, чтобы они исправились, чтобы они дали возможность всем людям, одинаковые возможности на образование, на лечение, на, как говорится, на абсолютное право на их жизнь. Они так нас боятся. Вот и они уже проиграли. Они уже проиграли, значит, с нами те, которые правду говорят. Пускай мы будем всегда правдивыми людьми. Есть у вас какие-нибудь вопросы, потому что, видите, нас сбили на... و میخواستم باز نوبت رو بر نفران دیگر هم دهم که فرصت برنامه پایان میپذیرد. برای همینم خواهری عزیز، دختری مهربانم، خدا دایم شما به قوتیت، کوچ قدرتیت
از هیچ کس هیچگاه نترسید. شما خودتون یک вы настоящий воин. باور کنید اگر вы самый настоящий воин и вы в поле один побеждаете. خب خدا خواهد Алло. خدا خواهد با Поэтому دعاهای نیک شما خدا مادران нигабони шмо. Я вас крепко обнимаю, целую как мать. Береги вас Бог. بسیار تشکر. با دعای نیک مادر جان ها البته که غالب می آیم. مردم بیدار باشند، مردم حق و حقوق خود را طلب کنند. مرحمت نوبت قبلی بود یا خب مرحمت تقایف محمد گوش میکنیم شما را. بلندگو یک را از جانب خودتان گیران کنید. این طرف گیران است. سلام علیکم. و علیکم سلام. خوش آمدید به برنامه. خوبه سوزید آقا جان. بله شکر خدای خوب آفر. ما راستی یکم بار اینجا داخل شدیم. میفهمانده کدام موضوع به صحبت رفته است. موضوع این برنامه پرنده مهاجر است. پرنده های مهاجر محض برای مهاجران آماده کرده شده است و امروز موضوع ما این است که وطن تک و تنها ما تن و تنها همه کوچ میبندند، خانه کوچه و پس هر دری دیگر قلف است، دری دیگر زنجیر بند است. اگر همین خیل سیله دختر و معلم رفتن گرد در تاجیکستان کی میماند؟ وطن تنها مون. راه های پیش گرفتن همین تنهایی در کجا باشد؟ انا در این موضوع گپ زده ایستاده. فهمو اپا جان که فهمیدم اکنون. باید این مهاجرایی که در مهاجرت هستند روسیه و دیگر دولت ها باید فهمونم پدر و مادرشان با چه خیلی عذاب میکشند. من خودم 25 سال شد تاجیکستان با گویا که مهاجرت با من کار کرده گیم. 25 سال باز همین 25 سال با من 2 سال نبودم نزد پدر و مادرم. برای همین این حیاتی که بخشش رنگ سگ ما داریم باید ما برگردیم اما یک بردن اونمو تاجیکستان بیابیم و نزد پدر و مادر خود باشیم. اما اونجا که کار نیست، شرایط نیست برای همگی، اگر در نزد پدر و مادر بوده تان رو جمع کنید 2 سال پوره نمی شود. همین خیلی گفتنی بودید. بله 23 سال در مهاجرت بودید، مجبور بودید که رفتید وگرنه در خود تاجیکستان میماندید. برای همین سیله نرفتن مثل پرنده ها نرفتن مردم را پیش راهش را گرفتن تا وطن فقط در دست یک قبیله، یک اولاد تاجر غارتگر نماند. باید پیش راهی همین غارتشان را گرفت. یگان پیشنهاد باشد در این باره از شنوندگان عزیز پرسیدنی هستم. پیشنهاد همین که اپا جان باید ما همه برگردیم وطن خود با. خیلی زندگی در کار نیست ما میرویم آدمایی که با سواد گریختگیان تاجیکستان با رفتگیان باید برگردن همونا مردم تاجیک یک زندگی بهبودی با پیشنهاد کنن و یگان زواد و فابریکا یگان چیز ساز کنن. مردم کار کردن میگرده. آدمای با سواد بسیار هم اپا جان. این بی سوادا دفع شوند که به خدا یک شرمندگی. من حال زن و فرزندانم آمده بودن 2018 گشته رفتن تاجیکستان با خداوند دخترچه برای من داد. من 4 سالشو من ندیدگم. حاله این چقدر حیات، این چقدر زندگی من نمیفهمم. رحمانوف تماما برای مردم تاجیک یگان خدمت نکرده است و نخواهد کرد. برای آنکه 70 سالی که نکرد من بعد هم آیا میکنه دیگر و ریسورس مهنت کردنش هم گم شده. ریسورس پیشبردی کار در گم شده. به همه خاطر مردم تاجیک غریب هم باشند، یعنی ناخوانده هم باشند، عقل دارند. الحمدلله همین یک ماه نشد 10 نفر مرد. 6 کس بیچاره ها یک روز بمردند. یک آدم دیگه از سنت پترزبورگ کشتند. یک کسی دیگر با کسل شد. 8 نفر. 2 کس مرز قرقیزستان به
شهید شدند، قرقیزا کشتند 10 نفر. اگر بله. رحمانوف دلش برای ملت تاجیک میسوخت، اگر رحمانوف برای ما قدر و قیمت میداشت، میبرامد همراه تسلیت میکرد، همدردی میکرد حداقل. درست. در یک هفته 10 نفر، من روزی گذشته مثلا در سوختار 1 نفر جان باخت، 15 نفر زخمی شدند. یگان نفر مقامات دار یگان خیر همدردی بیان نکرده است. از 6 شهر و ناحیه سوختار خاموش کننده ها آمده خاموش کردن نتوانستند. نقطه فروش سوزشواری گاز ترکید مثلا در تاجیکستان، اما از طرف شبکه های اطلاعاتی همان خودی وطنی یگان خیلی خبر نمیدهند. واقعا علم آور است. حال مردم احوالت به خدا گذاشتند. یگان خوب جز خداوند نمیتواند یگان کس آنها را دستگیری هم کرده. دیگر راهبران به گوشه فراموشی نهادند خلق عزیز را، خلق بیچاره را. من شما را خوب درک کردم دادر. تشکر آپا جان. باید چیزی دیگر گفتنی بدم. من همون وقتی ماه ینور به قزاقستان و چخیل ناخوشی رخ داد، مردمش همش خستند، طلب کردند که رود این حکومت دیکتاتوری. خب همه برآمد حق و حقوق خودش را طلب کرد اونجا. با همون ماه ینور با من همونجا بودم. تمام مردمش میخواهند که یک حکومتی عادلانه برپا کنند. حاضر حکومتی که اونجا با هست، این حکومت اینقدر خوب نیست. نظربایف استعفا برفتن، همین آدمی که حاضر حکومت اداره میکنه تا حال با فرمان همون نظربایف کار کرده ایستادن. بله، سر حساب او هم گم است و امروز خبرهای هم در رسیدند که در بانک های شویتزاریا این هم خیلی مبلغ بزرگ دارد که از سال 1998 تا این جانب جمع کرده ایستاده است و به نام همسرش نجیشته، همسر اولینش فعلی اشنیو و پسرش تیمور در خودی همان ژنو 3 حوله با حشمت در ساحل داشته است، در منطقه های ساحلی. از سال 98 که مردم در عین فقر زندگی میکردند، این علاقه مبلغ میکشانده است و امروز او راهبر دولت است. انا این خیلی فاشکاری ها اگر با رسانه‌ای شدن گیرند، خبرها اگر رسانه‌ای شوند، در شبکه ها گفته شود، مردم باز هم هوشیارتر میشوند. من باور دارم آسیا میانه باید کاملا تغییرات بیند. بله، این مردم فهمیدن، خیلی غضبناک شدن این خبرهای نوی، این پست شوهشانه. به همین خاطر مردم تاجیک هم باید یک فکر کنند تا که در بدره خاک بسری، تا که این خیلی زندگیه که به خاطر 2 سوم پول ما 4 طرف به پریشانیم، پگه یک بیگانه پدر و مادری ما شما گیر میکنن، یا عیب شرمندگی به خدا. باید ما رویم نزد پدر و مادر خود با کار کنیم، کار و فعالیت کنیم. انسانایی که با سواد هستند باید زواد و فابریک سازن برای ما. این حیات ما تماما گذشت رفت. ما 30 سال ما یک جا برسید، این خیلی نمیشه زندگی. باید آقای رحمان و همه فکر کنن، با خوبی به جنگ و جنجال استعفاتیان روان. یگان آدمی نغز بیاد مردم سرشته کند. پوران آدمایی که میخوان مردم تاجیک سرشته کنن، جای کار با تامین کنن. درست، راه باید خاطر های نو بیاید. تمام مردم تاجیک به من تشکری بیان میکنم برای آنقدر دعاهاشون، برای خدمتاشون. میخوام که همه به وطن برگردد. همین دنیای پولش جمع کنی، کار کنی که سیر اونا پگم میروی اپا جان. بخشش که زبان روسی با کلمه خوش کردیم. وقتی دیگرای هم نگیرم، مردم سربلند تاجیک انشالله به پیش. هیچ گاه نگوین که تاجیکستان به پیش، مردم باید به پیش باشد. تاجیکستان صفا بزدگی، تاجیکستان فقط رحمانوف و اولادش به پیش گوید، این می ارزد. من میگم احسن، دروغ نگوین، گوین که رحمانوف با اولادش به پیش. من میگم که تشکر. شما خطا میکنین، تاجیکستان به پیش به نام الله کو 1000 متر قفاز دیگه تاجیکستان.
پس باید گفت مردم تاجیک به پیش. بله بله پیش رو قهرمان اعلی اپاجان مایلش خدا نگهبان. تشکر. فهمو بود در باب پیوستن کلمه های روسی بعضا کلمه های تاجیکی را نه همه درک میکنند، چون دوام این 70 سال دوران شوروی در ذهن ما همه چیز نه علاقه یک ثبت شده مانده است. وقتی ما حرف میزنیم، ما چون معلمان زبان ادبیات تاجیکی هستیم حرف میزنیم، بسیاری ها میگویند که ایرانی گپ نزد یا تاجیکی حرف زد. همون کلمه های все равно уже вообще نیست، انا این را همراه کنیم خوب بفهمند مردم. علاقه تاجیکی کرده گرفتند این کلمه ها را. و روس ها هم کم کلمه نگرفتند از ما، روس ها هم خیلی بسیار گرفتند. و اگر مثال بیاریم تمام هم ناشده نیست. یگان روز یگان برنامه میبخشیم به همین موضوع هم که چقدر کلمه ها بین هم آمیخته شده رفتن، چون برنامه پرنده های مهاجر این گونه موضوع ها رو هم فرا میگیرد بر مهاجرت، هر آنچه که داخل دارد بر زبان مهاجران هم. من پیوسته چی را فکر میکنم؟ نفرانی که میبرایند و بر هر یک سخنی ما مقابل حرف میزنند، واقعا اینها بازار برنامه را میتیزانند. بعد هر بار برآمد کردن همین جاویده که نسیم میشوند یا کسی دیگر میشوند، نامشان را عوض کرده به چهره برآمدنشان عجیب میبرایند، بازار برنامه تیز میشود، چون همین نفران برآمدن دیگران با یک جهل خیرشان آمده وارد شده. البته حرف زدن میخواهند که حتی به برخی نوبت هم نمیرسد. برای بودن همین ها هم باید تشکر گفت، این هم حکمت است و بسیار میخواهم که یک بار همین ها هم مهاجر شوند. برنامه پرنده های مهاجر است، محض برای مهاجران است، اینها هم یک بار مهاجر شوند. اگر شما راضی باشه برنامه من بعد را یک بار چاپلوس مهاجر شود نام گذاریم، یکان کلمه به جای چاپلوس خوشروتر میابیم، میشود؟ خب پس گپمان پخت. من بعد من باور دارم که خیلی از شما راضی هستند با گپ من. همین خیلی یک برنامه تشکیل میکنیم، نه برنامه پرنده های مهاجر است، همین خیلی موضوع انتخاب میکنیم گفتنی بودم. تا برنامه دیگر باشد شما را بر پناه پاک سبحان کریم میسپارم. شاد باشد ای عزیزان حلیم. خیر.